طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في دفاع کردن از امی گپا و دعوت حق ای برای خود چیست؟ خون ریختاندن کار داره، شهدا کار داره، مردمایی که جان خدا فدا میکنه لیکن حق تحقق میبخشه، حق جاگزین میسازه. اونو مردما به اون طور مردما ضرورت است. الله که سری کسی انعام میکنه تا کی صفتا نباشه انعام امو طور سری کسی نمیه. معلوم میشه که بنده در نشر اشاعت حق چی میکنه؟ خدا قربان میکنه، تصدیق اولی کلی محنت و زحمت سر خود میگیره. این مردما را الله متعال انعام میکنه، هر کسی انعام نمیکنه. و الصالحین است، صالح کسی را میگه که حق الله را هم و حق بندگان الله را هم تکمیل کرده باشه. یک صالح کسی را میگه که مکمل در تمام ابعاد زندگیش اثرات دستورات قرآن و حدیث نمایان است. معلوم میشه که اینمی عمل کرد اینی آدم نشأت از اینمی تعلیم پیغمبر شده، اینی عمل اینمی آدم نشأت از اونمو آیت قرآن کریم میکنه، یعنی از اونجا پیدا شده و آثارش است. اینی طور آدم صالحین است. الله این طایفه ها را منعم علیهم کرده، یعنی الله سرشان انعام کرده. مراد از این انعام کدام انعام است؟ انعام خورد و نوش نیست، انعام زندگی دنیا نیست. اینجا مراد از انعام توفیق مزیده در راه خدمت دین و راه هدایت برای کسی دادن. اینی را انعام میگه. الله که چهار طایفه را میگه که ما سرش انعام کردیم، مراد از این انعام مادی نیست، این انعام معنوی است. انعام معنوی طور است که الله متعال این مردم توفیق نصیب کرده که در مصدر خدمت اینمی دعوت توحید الله، دین الله قرار بگیره. هدایت نصیبشان شده و بعد از او ثبات و پایداری در راه اختیار کرده. این مورد انعام الله متعال است. این نعمت الله به هر کس داده نمیشه، بلکه به اینمی طایفه های خصوصی که 4 قسم صفت داشته باشه. صفت نبوت داشته باشه، اگر نباشه پیغمبر هر کس شده نمیتونه، امر اختیاری نیست. اما 3 چیز دیگه امر اختیاری است. صدیق شده میتونی، اول دفعه که حق شنیدی تصدیق کو، شهدا شهید شده میتونی، دفاع از حق بکو ولو که در آخر قیامت باشه، در آخر عمر دنیا باشه، این جماعت خود داخل میتونی. بله، و خدا در جماعت صالحین مکمل داخل میتونی. سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في